آخر این ویدیو میخوام یه حاد دو انگشتی پیشنهادی که خودم اوایل نصب بازی بهش رسیدم و یه حادیه که مطمئنم میتونه بهت کمک کنه که سطح بازیت خیلی بهتر بشه اگر که دو انگشتی داری بازی میکنی. حالا در رابطه با سه انگشتی و چهار انگشتی توی ویدیوی بعدی بهتون آموزش میدم. بچه‌ها من توی این ویدیو میخوام در مورد حرکت اول برای تغییر صحبت کنم. خب من خودم خیلی اون اوایل دوست داشتم که شخصی باشه که بیاد و آموزش بده بهمون که چطوری توی بازی‌های آنلاین سطحمون رو ببریم بالاتر، چطوری بهتر بشیم. چون خیلی علاقه داشتم بهش وقتی خب وارد فضای آنلاین بازی کال آف دیوتی شدم و اون حس رقابت بین افراد رو دیدم. یعنی اینکه حس کردم که یکی مثل من پشت گوشی هست، حالا هر جای ایران میتونه باشه یا هر جای دنیا، و داره با من رقابت میکنه. این برام خیلی مهم بود که اون چه چیزی بهتر از من رو بلده که تونسته بهتر باشه و تصمیم گرفتم که برم و در موردش یاد بگیرم. و اون اوایل خب چون تازه بازی کال آف اومده بود، ولی خب بازی آنلاین دیگه بود، وارزون بود، پابجی بودش و کسی رو پیدا نکردم که بیاد کامل، یعنی اون دلیل اصلی پیشرفت رو در موردش توضیح بده و بگه که چه عامل اصلی باعث میشه. و از اونجا شد که تصمیم گرفتم خودم بیام توی این بازی پیشرفت کنم و مسیری رو که رفتم رو به افراد بگم. من در حال حاضر خودم رو لایق میدونم که بخوام آموزش ها رو به افراد بدم. چرا؟ چون که جزو اون 10% پلیر خوب هستم. یعنی مطمئنم بازیم از 90% افراد خیلی بهتره. نمیگم پرفکت و عالیم چون ما همچین چیزی رو نداریم، ولی در حدی هستم که بخوام آموزش بدم به افرادی که تازه میخوان بیان توی این مسیر و افرادی که چندین سال بازی میکنن و سطح بازیشون خیلی پیشرفتی نکرده. از اونجایی که خودم علاقه داشتم به این بازی و به دنبال پیشرفت و بهتر بودن سطح بازیم بودم، یعنی از یه جایی بهم خیلی برخورد به خاطر حرفایی که شنیدم و گفتم که خب پس اگر اینا تونستم به این سطح از بازی برسن، خب منم میتونم. چیز عجیبی نیست. 100% اونا هم مثل من انسانن، اونا هم مثل من انگشتای دستم، مثل من 10 تا انگشت دست دارن و به همین مغزی که من دارم اونا هم دارن، پس منم میتونم. بنابراین تصمیم گرفتم که اولین راهی که بیام شروع بکنم برای تغییر رو بیام اون آیکون هایی که داخل هاد، یعنی اون آیکون های تیر زدن و بشین پاشو و تیر خشاب عوض کردن، اینا رو اومدم تغییر دادم جاشونو. چون حس کردم که اونایی که خیلی بهتر بازی میکنن عکس العمل بهتری دارن توی بازی، چون سریعتر به هر چقدر شما عکس العملتون نسبت به اتفاقات داخل بازی سریعتر باشه خیلی بهتر سطح بازیتون بالاتر میره قطعا. و اینم با تمرین انجام پذیره ها. اینجوری نیست که یه شب این اتفاق بیفته، باید تمرین کنین. اول اینکه باید براتون مهم باشه این قضیه این که میخواین پیشرفت کنین. دوم اینکه بیاین تمرین کنین، براش تایم بذارین. و الان در حال حاضر خب یه اتاق تمرینی پرکتیس داره داخل کال آف که شما میتونید برید اونجا بات بذارید برای خودتون تیراندازی کنید. قدیم نبود. قدیم که اوایل که ما نصب کردیم سال 2020 اینجوری نبود. باید میرفتی داخل بازی اون تجربه ها رو به دست بیاری. ولی الان راحت تر شده. شما میتونید برید تو اون زمین تمرینی و نسبت به هادی که دوست داری بچینی، سنستو عوض کنی بچینی و چیزای دیگه. بنابراین اومدم هادو تغییر دادم کامل. اول میگم این هادی که دو انگشتی میخوام براتون بذارم و برای خودم گذاشتم و چقدر سطح هم نسبت به اول بازی پیشرفت کرد و تونستم بهتر تیر بزنم به انمی. وقتی مثلا حالا در ادامه براتون هادو میذارم که وقتی مثلا میخواستم ADS کنم هم میتونستم ADS کنم واسه انمی تیر بزنم، همین که هیت فایر یعنی بدون نشونه بهش تیر بزنم و این باعث شد که سطح بازیم خیلی بهتر بشه. بچه این ویدیو در آینده قطعا آپدیت میشه چون که من این موضوع رو انتخاب کردم و دارم در موردش تحقیق میکنم. هیچ ادعایی در رابطه با اینکه من بازیم فوق العاده است ندارم، ولی لیاقت این رو دارم که بهتون آموزشش رو بدم، چون تجربه هایی کردم تو این چند سال که مطمئنم به دردتون میخوره و مطمئنم شما رو خیلی جلوتر از اون چیزی که فکرشون بکنید میبره.
چون که قرار نیست خیلی از تجربیات اشتباه رو انجام بدیم و قراره یه مسیر درست رو بریم، مسیری که میخوام به خودم رفتم و میخوام بهتون بگم، مسیری که باعث شد من حالم رو تغییر بدم، مسیری که باعث شد بیسیک رو برم کامل یاد بگیرم. چون وقتی بیسیک رو یاد میگیری بر اساس سلیقه خودت میچینیش. چون بیسیک یه چیز سلیقه‌ایه، یه چیز دیفالت نیست بگیم که برای همه باید این تنظیم باشه. و سنسیویتی یه چیز سلیقه‌ایه، یکی ژیروسکوپ پلی میده، یکی با سنس با اکوراسی بالا پلی میده، یعنی سرعت بالای دست رو توی سنسش انجام، یکی فیکس اسپید پلی میده. همه اینا رو هم تو کامنت ها به هم بگین حتما که دوست دارین در رابطه با بیسیک بدونید یا دوست دارید در مورد سنسیویتی در مورد تمام اجزاش بدونید. من میتونم در رابطه با اونم ویدیویی براتون بسازم. البته خب توی یوتیوب خیلی ویدیو در موردش زیاد هست که توضیح دادن بچه‌ها و شاید بهتر از من توضیح دادم، ولی خب منم اگر بخواین میتونم بر اساس سلیقه خودم براتون ویدیوشو بسازم و بذارم براتون. من این مسیر رو انتخاب کردم و در موردش دارم تحقیق میکنم، اینکه چطور توی بازی‌های آنلاین پیشرفت کنیم، بهتر بشیم، چطور یک گیمر فوق‌العاده بشیم، چطور گیمری روی یک شغل برای خودمون در نظر بگیریم، چطور اگر علاقه داریم به این گیم بیایم تو مسیرش رو پیشرفت کنیم. چون خودمم اول راه هستم، خب الان بدون میکروفونم و خیلی تجهیزات بالایی ندارم، ولی مهم اون اصل مطلبه و اونی هم که بخواد براش مهم باشه اصل مطلب رو میگیره. اگر دو انگشتی هستی این هادو حتما تست بکن و چون میخوام قسمت های بعدی رو بسازم با اطلاعات دقیق تر و بهتر، اینا قسمت بندی میشه و منتظر ویدیوی بعدی من باش. عاشقتم، چون عاشقانه میخوام تو این مسیر با هم دیگه پیشرفت کنیم.